السلام علیکم بیننده عزیزی، من سلام میرسانم بهر هر یکی شما. من امروز ما آمدیم برای تبریک کردن مادر مهربان مطلب خدا را امروز با جشن زادروز با جشن مولودی خجسته‌شان صمیمانه و صدقاً تبریک میگویم. امروز گستین دوار نیکبه برای تبریک کردن مادر مهربان ما آمده هستیم همراهی فرزندان بی‌رهاشان. کنی رفتیم. السلام علیکم مادران سلبانوان عزیز، السلام علیکم خالاجان ها مادرجان های مهربان. من امروز در این طرفخانه زیبا در این اولین روزهای تابستانی چخیلی گویم هم آفتاب هم فرشته خاندان مادر مهربان امروز زادروز داشتین. البته مطلب و خالا برایشان تا خرسک میزنیم و نظامت تکلیف میکنیم. برنامه از همه انسان نزدیکترین و پر از مهرترین این فرزندی در مسافرت بوده است. امروز ما شما عزام فرزندان عزام سه دختر و یک شاهپسر اصیل تبریک میگوییم. عزام از راهی دور گل نازاویتی، عزام دختران نازنینتان ایستاداویتی شهر نازاویتی و البته عزام رستمکه میخواهند که مادر مهربان را تبریک گویند. برای ما مراجعت کردند. امروز مادر جانی عزیز نه چند ساله شدیم؟ 65 ساله. نه هولیه 25 ساله بری نه یا شکر بردادی جوانیت خرسک زنیم برایشان. الان خیلی مانند امروز در اطرافتان دوستانتان پروانه شوند. حاضر تا در آمد دخترکانتان گفتند که برای ما چشمه مهرمان، برای ما جوانیاشان فدا کردگی انسان، خاکسارترین زن، انسانی نکونام و نیکپذیر مادری عزیز ما، مادری مهربان ما زادروز دارند. برای ما در وقتی جوانیشان در وقتی خردی ما فقط مهنت کردند، مهنت سیاه کردند. رحمت میگویم که تا حال برای ما هستند. از خداوند میپرسیم که عمر پدرمان را و مادرمان دهند. هیچ وقت درد و غم را، خستگی را، کسل شدن را نبینند و همیشه تاج سری طلایی ماش نگردند. ما حاضر از هیچ کس کم نیستیم، چرا که در سر مادر داریم. در خاطر ما هست در خوردی در مایدگی ما اگر کسل سوی مگر همان شب مادر ما خواب نمی کردن. شبی دراز در سر بالین ما نشسته برای ما میگفتن که تو صحت میشوی، تو نغز میشوی، تو برای من یگانه ما گفتن. هر یکی ما رو به جای خود داشته و وای رساندن. مادرم به رحمت که هستند تا حال تا دنیا باشند و هیچ وقت غم را نبینند. ما که از سر پندمیه گذراندیم فهمیدیم که برای انسانیت پیش از همه سلامتی بوده است. برای مادر عزیزم میخواهیم عمری درازی سعدیانه را، کیفیت خوشچقچقی خیامانه را، هیچ وقت سرشان خم نشود و چشمشان نم را نبیند. مانند امروز در چشمانشان اشک خرسندی حلقه بندند. من امروز 65مین بهار عمرشان هست. از خداوند میپرسیم 120 سالگیشان و همین رستوران کلانی سمرقند برایشان باز یک تا توی کنیم و مادرم زادروزشان که تبریک کردن نصیب کنند. هیچ وقت از سر ما دور نشوند که ما این خیلی روزهای بعد تصور کردن نمیتونیم. برای مادر جان عزیزم رسانید که تو هستی در شبی تاری دلم مهتاب مادر جان. نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان. اگر چی زندگی کرده است دل سنگم ولی بی تو دلی سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلقی روی دنیا من، زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان. دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم، شود با هر دعایت شعر من جذاب مادر جان. مادر جان عزیز
مطلب خاله امروز روز خورسندی مبارک حاضر برای شما در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاتر این که با نام کتابی قرآن کریم است. البته همراهی تسبیح، جای نماز، آبی زمزم هر آن چیزی که هست برای شما آماده کردن نیت کرده که در آینده خداوند کریم نصیب گرداند حاجی آنها شدن را. البته مهمانان عزیز یک تا قرصکی بخوازنیم اگر میسپاریم. مرحبا مبارک باشد. زاد روز مبارک، روزی خورسندی مبارک. حاضر خاله جان عزیز فرزندانتان گفتند که مادری ما برای ما زر و زیور خاندان ما هستند. مادری ما برای ما گوهر قیمت بهاترین هستند که با یگان چیز ارزش نمی‌یابند. برایشان چقدر تحفه ها آماده کنیم کم است. حاضر برای شما گوشوارهای طلا و انگشترین طلا، حلقه طلا و عضوی طلا تیار کردن که خودشان طلای خاندان هستند، زر و زیور خاندان هستند. یک تا قرصه که دیگر میزنیم برایشان میسپارند. مرحبا مبارک باشد. مادر جان عزیز حاضر از مهمان ها میپرسیم مادران عزیز زن بانوان برای زن برای بانوان از همه تحفه به بهاترین بعد است این خیلی تحفه ها چی است بعد از اعتبار با چی است؟ نه چون حالی گل های ندادیم کنن برای خودی گلی زیبای خاندان گل دسته های زیبا مرا در اینجا نبیره ها تیار کردن بهیشتم مادرم گفته مرحمت برای مادر عزیز میسپارید. مرحبا مبارک باشد. گلدسته های زیبا مبارک. عشقی دارم دوای چشمم گشوده درد و دوای چشمم یادی بینم رهای عشقم. بار دیگر مادر عزیزی مهربان امروز زادروز مبارک روز خورسندی مولودی خجسته را مبارکباد میگیم. مرا فرزندان عزیز در اینجا تیار هستند که سخنهای نغز نیکشان را برای مادر جانشان اظهار کنند. البته از زبانهای آنها در روز خورسندی میشنویم. بقای عمر انسان است فرزند و جسم آدمی جان است فرزند نبینی نعمتی نایاب از او مکافات زیزدان است فرزند. البته فرزندان عزیز میخواهند مادر مهربان را در روز خودشان در روز مهربانیشان تبریک گویند. مرحمت مبارک باشد. السلام علیکم مهمانکو خوش آمدید در گاهی بی جانبه. من بیمه 65 سالگیشون عمرشون دراز شود سری فرزنداشون و سری نبراشون به ساق و سلامت باشن هم وقت. رحمت
این عیب این کس نه عیب میکروفونی ما که الان خیلی همه گیریان میدارند در روز خورسندی اشکی شادی ها نشان میدهد مرحمت این کس میتیم مرحمت بیجان تبریک میکنم الهی صد بداره سری مام با هم وقت صاف سلامت گرده رحمت البته نویره ها تیار هستند مرحمت حالا این الانامه بیایم السلام علیکم بیجان عزیزم تبریک میکنم صد بداره چی آرزو نیت کردگی باشد الهیم همیش برسد سری ما صاف سلامت گردد هیچ وقت کسل نشود دلتون به غم چشمتون به ننمد نبینید بیجان امروز لیکن درجه تو من نیستم لیکن شما این زیادش به میارزد بیجان شما نرسیدم آنا جان تبریک میکنیم صد بداره نیت کردی باشه نیت تو برسد Ona jon tabrik میکنم صد بداره تمام وقت سری ما sog' salomat باشد. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. Kirsak ham hatto 90 yoshgacha onasiz hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimizni so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Onasiz hayotda yashash boshqacha. Onajon hamma vaqt sari mo sog' salomat bo'lsin. Rahmat shoma. Albatta hozir Madalbaxola در اینجا رستمکه تیار هستند که شما تبریک گویند بعد از آن یک جای شیرینی هم برم بی جانم که حسین مرحمت رستمکه همینجا می گذارید یا شما قوت دل شده البته مادر جان تبریک میکنیم مرحمت بی جان الهیم صد بداره peşimimiz sağ salamat başlar. Yani Çin niyet ki bu şey niye unutamam sen? Elin sağ salamat peşimimiz olacak. İnşallah doğru. Rahmat. Rahmat. Mübarek olsun. Merhamet. امروز که جشن زادروزشان هست مادر ما حالی یاس گفتم در اینجا شیرینی زیبا رو تیار کردن جشن 56 ساله مبارک باشد زادروز مبارک مبارک باشد البته بانوان زنبانوان مادرانی که امروز برای تبریکی مطلبخالا آمدن هر یکی شما را به نزدشان تکلیف میکنیم اگر که در حقیقت برای تبریک آمدگی باشید یک جای همراهی مادرجان میرقصیم امروز این روز خورسندی را ما با نوارها با ویدیوها گرفته برای کتابی خود مهر میسازیم و البته این لحظه ها را به تاریخ مهر میسازیم یک جای همراهی مادری عزیز رقص و بازی خورسندی میکنیم حالا جان عزیز آدرس مبارک امروز روز خورسندی مبارک مرحمت سرودهای شوق برای شما
نشم آسوبی ندیسم جای تو قلبم کالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلار من محتاب مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلار من محتاب مشکل شبای من شب من تویی که با من باشه عشقم تو یادمون زیگه به یاد تو هرشم آسوبی نبیسم جای تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من دام مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من دام مشکل شبای من برایشان از همه توفه بهاترین از دانکش هم مغزش شیرین میگه نه نویره شیرینشان امروز انیسه بانو نیز زادروز داشتین انیسه بانو گذارید یادشان به انیسه بانو زادروز مبارک آنا جان نشان برای پیر شوید خدا نصیب کند اگر مکتب‌های عالی به در آمده ورچ یا که دیرکتور شده ادوکات شده یک میلیسیونر یکم کسب ناز اسوداش برآمده ابی سمرقند و ازبکستان ما خدمت میکنه دختره که با آخر شوید حرمت پدر مادر جاش بمانید خداوند هم خیر رضای خورسندی به آینده با یک کلینزی خوشتر شوید آنا جانتان هزاران لیتر خوانند برای شما امروز روز خورسندیتان مبارک حاضر چخیلی که شما برای پدر مادرتان از همه فرزند شیرین ترین هستید برایتان تاق تیار کردگی گفتم که برای ملکه خاندانی ما برای پرنسس خاندانی ما چقدر نیت‌های ناز و نیک ما هست همشه گفتم وقت نمیرسد اما شیرینی خورد و تماشا فهمد اما شیرینی برای نیت‌های ما هم شیرین آنا جانشان برای شیرین شده کردن فقط که مکتب بهایی 5 که تمام کند اگر اونیورسیت به در آمد اگر ما از پشتی فخر کنیم ما نقض بینیم باید چون که نیازهای نقضمون بسیار حاضر من در اینجا برای انیسه بانو و شیرینی تیار کرده نه پیش شما نزدیکتر بیاریم یک جای بریم البته بعد از آن شیرینی تناول کنیم تا آن دم یک مادر جانشان تبریک کنند کنیم مرحمت السلام علیکم سلامتتون تبریک میکنم انیسه های صد بدر و سری مون به همه وقت سلامت گرد بیمنا تبریک میکنم صد بدره سری مون به همه وقت سلامت گرده بیگم و بیدر شده این رزوی نقص بینه انشاءالله سری مون به نقش داره بید تزال داشته بید انیسه هایم مکن چی نیت که اگه باشد الله تا نیتش برسد سری مون به همه سلامت کرده رحمت مرحمت پیش شما بیارید نزدیکتر کارتو کنید نبینه کارتو شما یا پیش شما بذارید امک جان مرحمت خیش سلام علیکم ایمانکا خوش آمدیتون نوری دیدین خوش سلام ببین شما نه تمام خانه خوش آمدیتون نوری دیدین خوش سلام اولا بار دوگانه کمه صدرت کردی تبریک میکنم الهی مکک سر بدرم به درد به غم شده حضوری من نیوره کوی ایوره دور شده باش شده الهی تو سلامت گرده الهی همه وقت نتوی نه داشتم با ماشنیم خدمشی کنیم سر بدرم دگیشون هم نشون کنیم الهی انیسه خوشیم الهی سر بدرم دختره بامانی باقی شود خالی مکتبای تمام کند الهی وقت دادش بیش خونش من همه وقت خورستن صاف سلامت گرده رزقی نصف گرده هم واقعا چی نیتتون باشد الهی مهربان در خواهد کنم الهی رحمت سلامت باشن مرحمت کنید شیرینی پیش شما بیارید کنید هم مامانی که هم مامان کارده دست بالایی دست گذاشته داریتان مادر جان ها مرحمت دورت شما مبارک باشد
Zodimiz muborak. Happy birthday to you. Onajon oshxona muborak boshlab bergan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Marhamat, atrof so'zini shu bo'latsi, qamrovingizni hisobi bilan shimo beratsak. Emasmi Sebaro? Bozam Sebaro ekan.
Should
رستم اکا حزبالله شهرمز گلناز همچون میگن که زر بیابی ولی زرگر نیابی، امیدی رفتن را از سر نیابی، غنیمت دانیتان حرف مادر را پس از مادر دیگر مادر نیابی. لی مادرتان سرتان ساق باشن، ها وقت مادراتان تک خانت شما شدن حضور نیوره ایوره شما بینم. تشکر زیاد. من بیننده های عزیزی ما، این بودن یک لحظه خرسندی مادر مهربان. مصرع های شعری شاعر به خاطر آمد که خواستم بهر شما رسانم که اگر از غشت طلا قصر سازی و یا مال جهان یابی به بازی، براکت ای فرزند هرگز نیابی اگر مادر نباشد از تو راضی. امروز دل مادر را شاد کردیم. فرمودن دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. امروز از نام فرزندان، از نام جگربندانشان آن لحظه های خرسندی را همراهی آنها مهمان شده و شما پیشکش کردیم. همیشگی و همه وقته با شبکه ما باشید، با شبکه شهنان. صحتمند و سلامت خود را احتیاط کنید. تشکر. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایا، بر جسم و جانم پروا نکردی، از جبر دنیا دوا نکردی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. با سرنوازی پرورد ما را بحر جهان آرازی ما را، بی تو جهانم معنا ندارد، عمر جوانم معوا ندارد، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی.
شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم شیرین زبانم مادرم ای مهربان